بصدق ربا وعرفت بحق معناه. كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها، أسماء حسنى لعلا، وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه، ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه امروز میپردازیم به بیان یکی دیگر از نامه‌های الله و صفات الله متعال، نام مبارک الکریم و صفت کرم الله متعال. الله متعال در قرآن کریم و رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث گوهربارشون این نام و صفت را برای الله متعال اثبات فرمودند. الله متعال در سوره انفطار می‌فرماید که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسان، چه چیزی تو را فریفت در مقابل پروردگار کریمت؟ چه چیزی تو را غره کرده، فریفته کرده؟ و این صفت کریم از نظر لغوی به معنی خیر کثیر هست، خیر کثیر و نفع عظیم. آن ذاتی که سودمند هست، نافع هست و نفعش و خیرش مستدام هست، همیشگی هست. الکریم یعنی ذاتی که کمال دارد و صفاتش صفات کاملی هستند، جامع تمام انواع خیر هست. مثلا میبینیم که الله متعال در قرآن کریم در مورد قرآن هم میفرماید انه لقرآن کریم، یعنی قرآن رو هم با صفت کریم الله متعال معرفی فرموده. کریم یعنی این که قرآن کریم دارای خیر کثیر هست، دارای منافع و فواید بیشمار هست. و یکی از معانی کریم جود و کرم و بخشندگی الله متعال هست که الله متعال کریم هست، یعنی جواد هست، بخشنده هست، سخاوتمند هست الله متعال. بگونه ای که الله متعال می‌فرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها در سوره ابراهیم. اگر شما نعمت‌های الهی را که نشانه کرم و سخاوت الله متعال هست، اگر بخواهید که این نعمت‌ها را برشمارید، آمارگیری بکنید، لا تحصوها، نمی‌توانید چنین کاری را انجام بدهید. زیرا که کرم الله متعال بسیار گسترده هست، بی نهایت هست و نعمت‌هایی را که الله متعال بر مبنای کرمش و به مقتضای کرمش به شما داده خیلی زیاد و فراتر از این هست که شما بتوانید آنها را حساب بکنید. اعم از نعمت‌های مادی که الله متعال داده به ما، نعمت‌هایی که در دنیا داریم، در جامعه داریم، در اهل و خانواده داریم، در وجود خودمان داریم،
اضافه بر آن نعمتهای معنوی هم هست که چه بسا ما از آنها غافل هستیم. الله متعال کرمش به اندازه‌ای زیاد هست که در بعد معنوی هم ما آن را می‌بینیم، هم از نظر نعمتهای دنیوی و هم نعمتهای معنوی و اخروی. به طور مثال در روایتی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست، رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرماید که ان الله کتب الحسنات و السیئات. الله متعال حسنات و سیئات را مقدر کرده، نوشته برای انسان. اما آن چیزی که نشانه کرم الله متعال هست این هست که نحوه حساب کردن نیکی ها و بدی ها واقعا جالب و زیبا هست و نشان کرم الله متعال و نشان جود الله متعال هست، نشان از بخشندگی الله متعال و سخاوت الله متعال دارد. در این روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که هرگاه انسان مسلمانی تصمیم بگیرد برای انجام کار خیری و آن کار خیر را انجام ندهد، الله متعال همین که کار خیر را اراده کرده، تصمیم داشته، ولو این که انجامش ندهد، این را یک نیکی می نویسد. کاری را انجام نداده، زحمتی را متحمل نشده، صرفاً تصمیم گرفته که یک کار خیری را، عبادتی را، ذکری را، تلاوتی را انجام بدهد و انجامش نداد. تصمیم گرفته بود که صدقه بدهد و صدقه نداد، نتوانست که صدقه بدهد. به مجرد نیت و به محض همین اراده و تصمیم، الله متعال یک نیکی را برای انسان ثبت می کند. و اگر انسان فراتر رفت و این نیکی را انجام داد، الله متعال در مرحله اول 10 برابر می نویسد. یعنی هر نیکی را الله متعال 10 برابر می نویسد و هر نیکی را الله متعال از 10 برابر که حداقلش هست تا 700 برابر می نویسد. یعنی بستگی به نیت انسان دارد، بستگی به اخلاص انسان دارد، بستگی به وضعیت درونی و معنوی انسان دارد. حداقلش 10 نیکی، از 10 نیکی گرفته تا 700 نیکی و از این هم برای کسی که الله متعال بخواهد بیشتر می نویسد. خب این نشان کرم الله متعال هست و نشان بی نهایت بودن و گسترده بودن بخشندگی الله متعال، وجود و سخاوت الله متعال هست. و هر انسان مسلمانی باید این مطلب را همیشه مد نظر داشته باشد. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة کامله. صرفاً تصمیم نیکی گرفته اما انجامش نداد، باز هم الله متعال یک نیکی کامل می نویسد. اگر انجامش داد، حداقل 10 نیکی تا 700 نیکی و اضافه بر آن هم می نویسد. اما اگر گناهی رو تصمیم گرفت و انجامش نداد، نه تنها این که گناهی رو نمی نویسد، شخصی تصمیم گرفت که گناهی رو انجام بدهد و این گناه رو انجام نداد، این رو الله متعال یک گناه نمی نویسد، بلکه حتی همین انصراف از گناه را، انصراف از تصمیم گناه را الله متعال یک نیکی می نویسد. و اگر انسان پا را جلوتر گذاشت و گناه را انجام داد، گناه را فقط یک گناه می نویسد، 10 گناه و 700 گناه و بیشتر نمی نویسد. اما نیکی را که انجام ندادی، فقط تصمیمش را داشتی، یک نیکی، اگر انجام بدهی صرفاً حداقلش 10 نیکی، الا ما شاء الله، الله متعال این را اضافه می نویسد. این همه نشان کرم الله متعال هست. و در روایت دیگر اومده که وقتی که انسان صدقه ای رو می دهد در راه الله متعال، انسان مسلمان،
الله متعال این صدقه رو میگیرد و آن را پرورش میدهد. در روایت اومده همان گونه که یک کسی از شما بچه شتر خودش را پرورش میدهد تا اینکه بزرگ بشود، الله متعال صدقه مؤمنان را هم پرورش میدهد. یک دانه خرمایی رو شما دادید، یک دانه خرما هست، اما از نظر ثوابش الله متعال این رو گسترش میدهد، این رو پرورش میدهد، چه بسا که یک دانه خرما به اندازه کوه احد برای شما ثواب داشته باشد. این نشانه کرم و لطف الله متعال هست. الله متعال گذشته از این که کریم هست، بلکه اکرم هم هست. اکرم الاکرمین هست الله متعال. هر نوع کرمی را شما تصور بکنید، الله متعال از آن فراتر و بالاتر هست. خود اکرم هم یکی از نامه ها و صفات الله متعال هست. الله متعال اکرم الاکرمین هست، یعنی این که خیر الله متعال از همه بیشتر هست و کثیرتر هست و نفعی که به بندگانش میرسد بسیار عظیم و زیاد هست. نفع الله متعال، خیر الله متعال و کرم الله متعال از انسان قطع نمی شود، مداوم و همیشگی هست. این که الله متعال میفرماد و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، حتی همان انسانهایی که فکر میکنند که نعمتی رو از الله متعال ندارند، کمترین نعمت رو الله متعال به آنها داده، حتی آنها هم نمیتوانند که نعمتهای الله متعال را، نعمتهای مادی و معنوی الله متعال را حساب بکنند. الله متعال نعمت میدهد، خیر و منفعت میدهد به انسانهای مسلمان و غیر مسلمان. خیر الهی و منفعت الهی بلا انقطاع و بلا انتها هست. نعمت میدهد ولو این که انسان استحقاق نعمت رو نداشته باشد. خیلی از مردم هستند که شما هم احساس میکنید که فلانی هیچ ارزشی رو ندارد، اما میبینیم که الله متعال چه اندازه به اون مال و ثروت و نعمت داده. بدون استحقاق میدهد، بدون این که شما طلب بکنید الله متعال خیرش و نعمتش به شما میرسد. بدون این که الله متعال از شما چشم داشتی باشد به شما میدهد. احیانا افرادی هستند که خیرشون به دیگران میرسد، اما این یک نوع طلایی هست. یک چیزی را به یک مسکینی هدیه میدهد، صدقه میدهد، اما منظورش این است که به یک منفعت دیگر برسد. الله متعال از ما هیچ منفعتی رو ندارد و منتظری این که ما عبادتش بکنیم، ما سپاسگزاری بکنیم از الله متعال منتظر نیست. اگر همه ما سپاسگزار باشیم، ملک و پادشاهی الله متعال اضافه نمی شود. اگر همه ما ناسپاس باشیم، باز هم هیچ گونه نقصی در ملک الله متعال به وجود نمیاد. و الله متعال عزیز هست، غالب و برتر هست. و الله متعال کرم دارد، یعنی این که صفاتش بسیار والاتر هست و برتر هست. هیچ انسانی به اندازه الله متعال کریم نیست. الله متعال بدون این که نیازی داشته باشد، بدون این که انتظاری داشته باشد، بدون آن که انسانی از اون طلب بکند، کرمش و سخاوتش و این نفع و خیرش به همگان میرسد. الله متعال به اندازه کریم هست که در بعد معنوی بدیهای ما را میبخشد، زشتیهای ما را و عیوب ما را پنهان میکند و این نشانه کرم الله متعال هست. از بس کریم هست، از بس بخشنده و سخاوتمند هست. نه تنها این که گناهان را میبخشد، بلکه چه بسا گناهان را تبدیل به نیکی میکند. و در میان صفات الله متعال وقتی که ما نگاه میکنیم،
در مورد اقتران صفات الله متعال که دو صفت را الله متعال در کنار هم میگذارد، میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک روایتی که در سنن ترمذی هست میفرماید که ان ربکم حیی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیه یدیه ان یردهما صفرا خائبتین. الله متعال و پروردگار شما حیی هست، یعنی حیا دارد، اهل حیا هست، و کریم هست، سخاوتمند هست. یعنی این که در عین کرمش اهل حیا هست و در عین این که اهل حیا و حیی هست اهل کرم هست. یعنی این که الله متعال شرم می کند از این که انسانی از او طلب بکند، خیری رو بخواهد و الله متعال دریغ بکند. ان ربکم کریم حیی کریم، پروردگار شما با حیا و اهل حیا و کریم و سخاوتمند هست. یستحیی اذا رفع الرجل الیه یدیه، الله متعال شرم می کند از انسان زمانی که دستهایش را بلند می کند به طرف الله متعال و دعا می کند. الله متعال شرم می کند از این که ان یردهما صفرا خائبتین، که دسته های انسان را خالی برگرداند. یعنی الله متعال به هیچ عنوان کسی را که دعا می کند ناامید نمی گرداند و دسته هایش را خالی بر نمی گرداند، یا این که همان چیزی را که خواسته مستقیما به اون می دهد، یا فراتر از آن یک نعمت دیگر به اون می دهد، یا یک شر دیگری را از اون دور می کند، و یا این که نهایتاً خود همین دعا را به عنوان یک عبادت و برترین عبادت و اصل عبادت میپذیرد و ثوابش را برای قیامتش ذخیره می کند. و این نشانه کرم الله متعال هست. و یکی دیگر از صفاتی که الله متعال متصف هست و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده، صفت وجه هست. و همان گونه که الله متعال قرآن را به کریم وصف کرده، انه لقرآن کریم، رسول الله صلی الله علیه و سلم وجه الهی را و صورت پروردگار را به کریم وصف کردند. در سنن ابو داود میخوانیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که دعا میکردند، یکی از دعاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم این بود: اعوذ بالله العظیم و بوجهه الکریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد مسجد میشدند این دعا را میخوندند: اعوذ بالله العظیم و بوجهه الکریم و به وجه کریم الله متعال و به سلطان قدیم و همیشگی الله متعال من الشیطان الرجیم، من پناه میبرم به الله عظیم و به وجه و صورت گرامی و کریم الله و سلطان قدیم الله متعال از شیطان رجیم. و در صحیح مسلم رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که حجابه النور، حجاب الله نور هست، یعنی وجه کریم الله متعال در حجابی و پرده‌ای از نور قرار دارد. لو کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى الیه من خلقه. اگر الله متعال این پرده را و حجاب نور را از وجه خودش بردارد، درخشندگی های صورت الله متعال و وجه الله متعال تمام مخلوقات را می سوزاند. این هم نشانه کرم الله متعال هست که الله متعال هم کلامش کلام کریم هست، هم ذاتش ذات کریمی هست و هم وجه الهی وجه کریمی هست. یکی دیگر از مواردی که الله متعال در قرآن کریم ذکر کرده به صورت اقتران، دو تا صفت را یک جا ذکر کرده،
این است که الله متعال میفرماید که فإن ربی غنی کریم. الله متعال این صفت غنی و کریم را در قرآن کریم یک جا برای خودش ذکر کرده. یعنی این که الله متعال در حین این که غنی هست، بی نیاز هست، کریم هم هست، و در عین کرم داشتنش که کریم هست، غنی هم هست. و این دلالت بر یک صفت دیگر می کند، دلالت بر کمال صفت غنی بودن و صفت کریم بودن الله متعال می کند. چه بسا شما تصور بکنید در دنیا یک فردی غنی هست اما سخاوت ندارد. همه کسانی که غنی و ثروتمند هستند سخاوتمند نیستند، بلکه برعکسش بخیل هستند. خیرشان به هیچ عنوان به دیگران نمی رسد. بسیاری دیگر کریم هستند، بخشنده هستند، اما مال و ثروتی رو ندارند. میخواهند که ببخشند، خیرشون به دیگران میرسد اگر داشته باشند. الله متعال غنی هست، بی نیاز هست و در عین حال کریم هست و بخشنده هست. و این بالاترین درجه کرم هست که الله متعال با وجود این که از انسانها بی نیاز هست، اما کرمش رو از انسان دریغ نمی کند. کریم هست و هر وقت هم که بخواهد می بخشد، زیرا که خزانه تمام خیر و منافع و خوبی ها دست الله متعال هست. غنی هست، ثروتمند هست، همه چیز در اختیار اوست و همه چیز مال او هست. به هر کسی که بخواهد می بخشد. پس بنابراین الله متعال و پروردگار من و شما غنی و بی نیاز هست و در عین حال کریم هست. احیانا چه بسا انسان یک چیزی رو داشته باشد اما خودش به آن نیاز داشته باشد، به هیچ عنوان این رو به کسی دیگر نمی دهد. الله متعال دارد و کریم هست، بی نیاز هست و کریم هست. الله متعال به شما نیازی ندارد، باز هم اهل کرم هست. از این هم گذشته چه بسا که از جانب ما انسانها به سوی الله متعال فقط بدی می رود، نه عبادتی کردیم، نه احسانی کردیم، نه اهل ایمان و تقوا و اخلاق زیبا هستیم، اصلا مسلمان هم نباشد شاید یک انسانی، اما باز هم کرم الله متعال شامل حال اون می شود. پس بنابراین اللهی را که غنی هست، اللهی را که کریم هست، انسان مسلمان همیشه باید امیدوار کسی باشد و ذاتی باشد که غنی هست و خودش هم بی نیاز هست، با توجه به غنایی که دارد، با توجه به ثروت و ملک و مملکتی که دارد، باز هم بی نیاز هست و کریم هست. و چون این ذاتی که بی نیاز هست اگر تمام انسانها جمع بشوند هر چیزی رو که میخواهند به آنها بدهد، از غنای الله متعال، از ثروت الله متعال، از کرم الله متعال چیزی کاسته نمی شود. پس بیاییم همیشه امیدوار رحمت ذاتی باشیم که هم غنی هست و هم کریم هست. همیشه هرچه را که در دنیا و در آخرت از نظر مادی و معنوی نیاز داریم، فقط و فقط از کریمی که غنی هست و از غنیی که کریم هست بخواهیم. امیدوار هستم که الله متعال همان گونه که صفت غنی را دارد و صفت کریم و کرم را دارد، ما را هم بی نیاز بگرداند از دیگران و ما را هم اهل کرم بگرداند تا اینکه کرم ما و خیر و نفع ما هم انشاءالله به دیگران برسد. تا برنامه دیگر و نام و صفت دیگر از الله متعال شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معناه، كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها، أسماء حسنى لعلاه،
وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه. ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معناه. كم مر العمر ولا